با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشین. پیشاپیش 8 مارس روز جهانی زن رو به شما و تمام آزادی خواهان و برابری طلبان دنیا تبریک میگم. 8 مارس روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته میشه، هرچند که 8 مارس امسال و همینطور سال گذشته هم با توجه به وجود پاندمی کرونا مثل سالهای قبل به شکل میلیونی و وسیع زنان نتونستن در خیابانها حضور داشته باشن. ولی مبارزات زنان امریه که هر روزه ادامه داره. در روز 8 مارس زنان جهان حتی بدون توجه به اینکه چه گرایشاتی دارن، به هر شکلی، چه تظاهرات خیابانی و چه با میتینگ و سخنرانی و سمینار، به یادآوری مبارزات و موفقیت‌ها و دستاوردهایشان و همچنین عهد و پیمان دوباره بستن برای به دست آوردن خواسته هایشان می‌پردازند. در حقیقت این روز مجالیه برای اینکه از فعالیت‌های پیشین و بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت‌های پیش رو برای باز کردن راه در جهت شکوفایی استعدادها و یا فرصت‌هایی که در انتظار نسل آینده زنان هستش رو به نوعی مطرح می‌کنند. امروز ما برای بحث و گفتگو در رابطه با مبارزات زنان و امیدها و راهکارها برنامه‌ای رو به شکل سمینار تقدیم شما خواهیم کرد. در این سمینار از 4 رفیق عزیز دعوت کردیم که حضور داشته باشند: رفیق درویش رستمی، رفیق مینو ایرانی، رفیق ریزان حمیدی و رفیق کانی کرمپور. رفقا به این برنامه خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون. ابتدا از شما رفیق درویش شروع می‌کنیم. دوست دارم که مختصری از تاریخچه جنبش زنان جهان و ایران رو برای ما و بینندگان اگر میشه لطف کنین توضیح بدین. با درود به رفقای حاضر در این سمینار و همچنین بینندگان عزیز، پیشاپیش فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن را به تمام زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب تبریک میگویم. راستش جنبش زنان تاریخاً برمیگرده به همون دوران اول، یعنی بعد به وجود آمدن جامعه طبقاتی و مالکیت خصوصی. از همون اوان که مالکیت خصوصی و جامعه طبقاتی تشکیل شد، زنان به عنوان قربانیان اصلی این جامعه طبقاتی و مالکیت خصوصی مورد ستم جنسیتی و خشونت قرار گرفتند. در طول تاریخ یعنی مبارزه زنان علیه این ستم جنسیتی و خشونت و نابرابری قدمتی به میزان وجود جامعه طبقاتی داره. زنان در طول تاریخ همیشه برای تحقق خواستهای انسانی و طبیعی خودشون مبارزه کردند و همواره از طرف دولت مردان حاکم و حتی جریانات دیگر بورژوازی و لیبرالی و حتی سنتی و ارتجاعی مورد حمله قرار گرفتند و بارها مورد خشونت قرار گرفتند و مبارزاتشون به خاک و خون کشیده شده. اما هیچ وقت زنان از مبارزه کردن و پیگیری کردن مطالبات انسانی خودشون روی گردان نشدن، سکوت نکردن و این مبارزه کماکان ادامه دارد. گرچه 8 مارس از 8 مارس حدود بیش از 1 قرن میگذرد، اما هنوز زنان دنیا فاصله زیادی دارند برای رسیدن به حقوق خودشون. گرچه در کشورهای غربی و اروپایی در بیوم جنبش توده‌ای و انقلابی و جریانات کارگری، جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی، زنان تونستند تا اندازه از خواستهای ابتدایی خودشون رو به دست بیاورن، ولی هنوز پرسنگ‌ها فاصله دارن از برابری واقعی میان زن و مرد. از جمله در کشورهای اروپایی گرچه زنان
از حق طلاق برخوردار، از حق رأی، از حق سقط جنین، از انتخاب شغل، از حق ازدواج، حضانت، تمام این مزایا برخوردارن. البته این مزایا در اثر مبارزات طولانی جنبش کارگری و جنبش زنان کارگر و زحمتکش به دست اومده و هنوز بورژوازی نتونسته اونا رو پس بگیرد، ولی از برابری واقعی میان زن و مرد برخوردار نیستن. مثلا یه زن در کشورهای غرب و اروپایی در بعضی کشورها 80% حقوق مرد را میگیرد و در بعضی از کشورها کمتر از اینه. جنبش زنان باید این تاریخچه را تقسیم کرد. یک قسمتش برمیگرده به از اول در دوران اثنای قرن 17 در دورانی که در امریکا و کشورهای اروپایی برای اولین بار جنبش‌های توده‌ای بر علیه سلطه کلیساها صورت گرفت، زنان در این جنبش علیه کلیساها و علیه سلطه کلیساها در جامعه نقش و سهم بسزایی داشتند. در قرن 18 زنان یکی از شاخصهای مبارزات زنان و خواستهاشون حق رأی بود که تا در بعضی از کشورها تا اوایل دهه دوم قرن 19 هم ادامه داشت که تا در قرن 19 در دهه دوم تونستن این حق رأی را به دولت‌های حاکم تحمیل کنند. در قرن 19 بعد از کسب حق رأی زنان تونستن مقدار از خواستهای اجتماعی خودشون از جمله برابری از لحاظ اقتصادی، سیاسی و دخالت در حق شغل، حق تحصیل، مبارزات خودشون ادامه دادن. در پی این مبارزات در اوایل قرن 19 که به دور اول جنبش فمینیستی مشهور است، جنبش فمینیستی توانست که تمام زنان از تمام اقشار مختلف، از زنان کارگر زحمتکش گرفته تا زنان بورژوا و زنان متوسط حول شعار برابری حقوق زن و مرد اینا رو جمع کنه و سازمان بدهد. به حکم این که جنبش فمینیستی هیچ منافاتی با نظام طبقاتی نداره، دور دوم گرچه خواستایی را به دست آوردن اما هنوز نتونستن خواستای واقعی و شعارهایی که خودشون مطرح کردن از جمله برابری زن و مرد تثبیت کنن، چون اونا هیچ منافاتی با جامعه طبقاتی ندارن. اما در قرن 19 با توجه به اینکه زنان کارگر و سوسیالیست، دورانی که یعنی برمیگرده به سال 1911 که انترناسیونال دوم به رهبری و مدیریت زن انقلابی کلارا زیتکین توانستن 8 مارس یعنی روز 8 مارس رو یعنی بنیانگذار کنن و در سال 1921 از طرف انترناسیونال سوم این روز به رسمیت شناخته بشه. در این دوره صف جنبش زنان کارگر و زحمتکش و زنان سوسیالیست از زنان فمینیست و بورژوا و لیبرال جدا شد و تاریخ اینو به ما نشون میده که زنان کارگر و زحمتکش، زنان سوسیالیست بر علیه جنگ جهانی اول و دوم نقش برجسته داشتن، در حالی که فمینیست‌ها فقط دنبال رفرم و شعارهای برابری طلب در حد اصلاحات و رفرم در چارچوب نظام موجود و دولت‌های سرمایه‌داری و دیکتاتور آن دوران نقش داشتن. بعد از تثبیت این 8 مارس روز جهانی زن از طرف انترناسیونال سوم و
رشد جنبش رادیکال زنان کارگر و زحمتکش و سوسیالیست، سازمان ملل به فکر افتاد که باید به نوعی جنبش زنان سوسیالیست و رادیکال را مهار کند. به همین دلیل در سال 1958 سازمان ملل روز جهانی 8 مارس روز جهانی را به رسمیت شناخت و دلیلش این نبود که سازمان ملل از برابری حقوق زن و مرد یا از 8 مارس دفاع می کند، بلکه هدف این بود که این جنبش چپ و رادیکال در سراسر جهان بتونه مهار کنه و تا حد یک جنبش فرمالیته در حد جشن گرفتن و تبریک گرفتن. الانش هم میبینیم که جشن روز 8 مارس در ایران مصادف با روز تولد حضرت فاطمه و در جهان با روز والنتین، روز اشراق، که این به نوعی بی اهمیت کردن و مهار کردن این خواست رادیکال و طبقاتی جنبش زنان هستش. راستش خود 8 مارس ریشه در جنبش زنان کارگر دارد، زنان کارگر و زحمتکشی که در سال 1857 در کارخانه پارچه بافی نیویورک در امریکا بر علیه ساعتکار طولانی، بیش از 12 ساعت کار در روز و دستمزد کم و شرایط سخت کاری و علیرغم اینا وظیفه خانه‌داری و بچه‌داری بدون کمک از طرف دولت تونستن مبارزه کردن، به خیابان ها اومدن و اعتراضات اونا به خاک و خون کشیده شد. یعنی روز 8 مارس روز جهانی زن، روز اتحاد و همبستگی زنان کارگر و زحمتکش و زنان سوسیالیست و کمونیست در سراسر جهان هستش و یه جنبش طبقاتیه که جامعه سرمایه داری و قوانین زنستیز مذهبی و مرسالاری را در تمام جهان به چالش می کشد. اگر به تاریخ جنبش زنان ایران برگردیم، گرچه این جنبش زنان از سال 1800 خورده‌ای که مثلا شکل گرفت به شکل نیمه مخفی و نیمه مخفی، زنان تونستن خواستای خودش، یعنی میخواستن که شرایط بهتری را برای خودشون ایجاد کنن و خواستای خودشون رو مطرح کردن. گرچه اونا نتونستن خواستای خودشون را تثبیت کنن به جامعه، ما میبینیم که کماکان در ایران سخت جنین ممنوعه. در ایران مسئله حجاب، مسئله پوشش یعنی مذهبی و آزاد نیستش. گرچه اگر به تاریخ انقلاب مشروطه برگردیم، زنان تونستن تا اندازه‌ای یه مقدار از خواستها به وجود بیارن. اون دوران به حق سخت جنین رسیدن و همچنین پوشش، اما این حداقل خواست در جامعه در جریان انقلاب 1357 در 17 اسفند مصادف با 8 مارس 1357 این حق از زنان ایران دوباره پس گرفته شد و زنان از همون روز بعد سلطه ارتجاع در جامعه ایران، یعنی 8 مارس 1357 در تهران، تبریز و دیگر کشورهای بزرگ ایران تا کرمانشاه و سنندج به خیابان‌ها اومدن و اعتراض و مبارزه کردن و شعار دادن ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم و این مبارزات، این خواستای زنان ایران کماکان تا امروز ادامه دارد. گرچه در طول 4 دهه جمهوری اسلامی علیرغم سرکوب شدید در تمام عرصه‌ها
به حقوق زنان تجاوز کرد، اونا رو بیکار کرد، از لحاظ تحت قوانین آپارتاید جنسی و ارتجاعی زنان را از تمام حقوق انسانی خودشون محروم کرد و به عناوین مختلف سرکوب کرد، ولی نتونست صدای زنان ایران را خفه کند. گرچه زنان زیادی اگر رشته کلام ازتون نگیرم، این وسط یه سوال مطرح میشه، این که شما به تاریخچه مثلا قرن 19 و انقلاب اکتبر و اینا اشاره کردین که به عنوان یک نقطه امید و یا یک نقطه عطف میشه بهش نگاه کرد، یا مثلا میشه به نقطه عطف زنان روژاوا مثلا توجه کرد. آیا به نظر شما علیرغم سرکوب‌هایی که هستش در تمام دنیا و خصوصا در ایران، آیا الان هم نقطه امیدهای همچین نقطه امیدها و یا همچین نقطه عطف‌هایی برای این جنبش دیده میشه؟ شما در این رابطه ارزیابیتون چیه اگه میشه بفرمایید؟ 100%. یعنی تاثیراتی که انقلاب 1917 اکتبر در روسیه که روی جنبش زنان و کل جنبش کارگری در سطح جهان داشت، این دستاوردها یعنی نمیتونه هیچ جریانی نتونست اینا را از خود جنبش های رادیکال و طبقاتی حتی جنبش زنان پس بگیره. هنوز در روسیه زنان از حقوق و مزایای زیادی برخوردار هستند که یکی از دستاوردهای انقلاب اکتبر در سال 1917 بوده و انقلاب اکتبر در سطح جهان هم تاثیر داشته. حتی در دوران انقلاب مشروطه که زنان تونستن حق سخت جنین رو به دست بیاورن و حق پوشش داشته باشن، تحت تاثیر انقلاب روسیه بود واقعا. ولی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 تونست این امتیازات را از زنان ایران پس بگیرد. نگفته نماند که اگر به تاریخ جنبش زنان در ایران برگردیم، نمیتونیم صرف نظر کنیم از نقشی که جریان چپ و کمونیستی مثل کماله تو ایران و بخصوص تو کردستان داشته. یعنی بذری که کماله در کردستان کاشت الان داره جوانه میزنه. مثلا در روژاوا زنان که تونستن یه نقش تاریخی ایفا کنن بر علیه داعش و ارتجاع و آپارتاید جنسی و حکومت‌های دیکتاتور در سطح جهان. این یکی از دستاوردهای جریانات چپ و کمونیست هستش که خوشبختانه داره جوانه میزنه و ما خوشبینیم در این مورد که به همون میزان که مبارزه طبقه کارگر طبقاتی است، به همون اندازه هم جنبش زنان بیشتر طبقاتی شده، به دلیل اینکه زنان جزء فقیرترین قشر جامعه هستند و جزء اولین قربانیان نظام سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم و مذهب و ارتجاع در جهان هستند. هیچ حکومت سرمایه‌داری و مذهبی قادر نیستش که حقوق زنان را به رسمیت بشناسه و زنان آگاه و کارگر و زحمت کش حاضر نیستن که از حقوق مطالبات خودشون چشم پوشی کنن. حتی زندانهای جمهوری اسلامی هم به وسعت خاک ایران را به میدانی از مبارزه بر علیه ستم جنسیتی، بر علیه دیکتاتوری و برای آزادی و برابری به میدان مبارزه تبدیل کردن. در این روز جا داره که ما شعار در مراسم 8 مارس که فردا هستش، تمام تجمعات زنان در جهان بخصوص در ایران، ما باید خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندانهای حکومت‌های ارتجاعی در سطح جهان و مخصوصا در کشور ایران باشیم و زنان تونستن حقانیت خودشون، خواستای خودشون، یعنی آگاه هستن به منافع خودشون و به هیچ وجه حاضر نیستن که عقب نشینی کنن. تا به حال هم علیرغم این سرکوب‌های وحشیانه و 4 دهه جمهوری اسلامی نتونسته زنان مبارز را به سکوت وادارد. نمونه بارزش صدای اعتراض زنان
پیشرو از جمله زینب جلالیان، از جمله اتنا دائمی و باقی زندانیان سپیده قلیان که یک فعال مدنی و کارگری هستش، صدایشون در سطح جهان طنین انداخته و در سطح حتی سازمان‌های بین المللی هم مورد پشتیبانی قرار گرفته هم. خیلی ممنون رفیق گلاویش از صحبتاتون. رفیق مینو اگه لطف کنید شما یه تبیینی از اوضاع کنونی زنان در ایران و مبارزاتشون به چه شکلیه بفرمایید، در این رابطه ارزیابی شما چجوریه، توضیحاتی بفرمایید. سلام و درود دارم به بیننده های این برنامه و تشکر میکنم، سپاسگزارم از دستاندرکارایی که برنامه رو در واقع هدایت میکنن و سپاس دارم از این فرصتی که به من دادی. منم میخواستم به سهم خودم صحبتامو با شادباش روز جهانی زن به زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب شروع کنم. خب همه آگاهیم و میدونیم، در جریان هستیم که در واقع روز جهانی زن از اعتراضات کارگران در کارخانه‌های پارچه بافی نیویورک آغاز شد. نقطه عطفی بود در واقع این اعتراضات. من میخوام اینجا تاکید کنم که کارخانه‌های پارچه بافی همیشه بیش از 90% کارگراش زن هستن و خب این یک شرایط منسجمی برای این به وجود میاره که زنان در کنار همدیگه بتونن صدای اعتراض بزرگتری باشن و قویتری باشن در مقابل اجحافاتی که سیستم سرمایه‌داری، سیستم طبقاتی به اونها تحمیل میکنه از نظر ساعت کار، از نظر در واقع حق و حقوقی که لازم دارن، مرخصی‌های بارداری یا مسائل مطالبات دیگه‌ای که وقت برنامه رو نمیگیرم، ولی به هر حال این اعتراضاتی که در کارخانه‌های پارچه بافی نیویورک شروع شد به خیابون‌ها کشیده شد و خب مورد سرکوب قرار گرفت و همطور که میدونین مطالبات زیادی رو که زنان داشتن به دست آوردن از نظر ساعت کار و مسائل دیگه. این اعتراضات در واقع یک نقطه عطفی شد از هماهنگی و همگونی زنان در قدم برداشتن برای اهدافی که دارن و مطالباتی که میخواستن دریافت کنن و در همون چارچوب کشوری باقی نموند، بلکه به سراسر جهان از مرزها گذشت و گسترده شد این صدای اعتراضات و تأثیر گذاشت. به همین دلیل در اون زمان همونطور که رفیق گلاویش هم اشاره کردن، مبارز و نظریه پرداز کمونیست کلارا زتکین این رو خواست که تثبیت بکنه به عنوان روز جهانی زن. این به نظرش اومد که این اتفاقی که افتاده، این اتفاق تاریخی رو به عنوان روز جهانی زن تثبیت کنه. در نتیجه این پیشنهاد رو به کنفرانس جهانی کارگران زن برد و در اونجا این روز تثبیت شد. این فرصت برای ما از این نظر پیش اومده که مثل امروز بشینیم و ارزیابی کنیم و ببینیم که زنان در راه مبارزات خودشون در سالها، در دوره تاریخی از کجا به کجا اومدن، چه مطالباتی رو تونستن به دست بگیرن و اینکه در کجاها در این فراز و نشیب اشتباهاتی کردن، راههای درستی رو پیش نگرفتن و اینکه در قدم‌هایی که در آینده دارن که به اهداف خودشون برسن چه موانع و چه مشکلاتی سر راهشون هست که بتونن اینا رو به عنوان یک درس تاریخی و یک تجربه تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن که بتونن به اون اهداف خودشون برسن در جریان مبارزاتشون. ولی من به سوال شما برمیگردم که در واقع تمرکز صحبت‌های من روی مسئله شرایط مبارزات زنان در ایران باشه.
گرچه من واقعیتا هیچ جنبشی رو به شکل هیچ مبارزه‌ای رو به شکل انتزاعی فکر نمی کنم بتونیم مورد تجزیه تحلیل دیالکتیکی و تاریخی اجتماعی قرار بدیم. همیشه در درون خود شرایط بومی منطقه هست که خب خیلی مهمه و باید مورد در واقع تمرکز روی تجزیه تحلیل ما باشه و همچنین شرایط خارج از چارچوب بومی، شرایط منطقه، شرایط جهانی، همه اینها روی همدیگه تأثیر گذار هستن که میتونن در واقع یک جنبش مبارزه‌ای رو به سمت درست و رادیکال هدایت کنن. بخوایم برگردیم به ایران، من هم دوست دارم که از زندانیان زنی که در دشخیمای زندانهای عصر حجر و دشخیمی جمهوری اسلامی اسیر هستند و از حرف خودشون کوتاه نیومدن، ایستادن، مقاومت میکنن، با توجه به اینکه همه آگاهیم که شرایط زندانهای جمهوری اسلامی از هیچ گونه استانداردی برخوردار نیست و در زندانها سلولهای پر از تراکم زیاد و تعداد زندانیهای زیاد بدون امکانات بهداشتی، با توجه به اینکه زیر فشار در واقع شکنجه از چه از نظر فیزیکی چه از نظر روحی روانی هستن. تا اخیراً میبینیم که خیلی از زندانی‌ها رو به مراکز روان درمانی میبرن، معلوم نیست که اونها یا بهشون اونجا داروهای روانگردان میدن یا اینکه انقدر تحت فشار روحی ذهنی هستن که دچار مشکلاتی میشن. من واقعا لازم میدونم که اینجا هیچگاه از قلم نندازیم زندانیانی که با این صورت، با این شرایط دارن مقاومت میکنن. زندانیان زنی مثل زینب جلالیان، آتنا دائمی، مریم اکبری منفرد، سما کرد افشاری، یاسمن آریایی، منیره عربشاهی، راحله احمدی، گروخ ایریایی، مژگان کشاورز، عالیه مطلبزاده، لیلا میرغفاری و خیلی از این زندانی هایی که اسیر هستن در زندان زنانه که مبارز و برای واقعیتاً برای ابتدایی ترین حقوق خودشون حکم‌های طولانی و به هر حال این فشارها رو دارن تحمل میکنن. اما اینجا میخوام حتما اشاره بکنم به زهرا محمدی، یک فعال فرهنگی کرد، یک معلم که تنها جرمش این بود که به دانش آموزای خودش داشت زبان کردی رو یاد میداد، زبان مادری، زبان بومی رو، و متاسفانه در بیدادگاه‌های رژیم جمهوری اسلامی به 10 سال زندان محکوم شده برای در واقع یک چنین فعالیتی که به این سطح نازل و سطح در واقع پایین هستش. برگردم به شرایطی که واقعیتاً در ایران موجود هست، شرایطی که در خصوصاً مناطق محروم و حاشیه‌ای که از نظر اقتصادی یک فقر ریشه‌دار بر مردم ستمدیده تحمیل شده. این در چنین جاهایی که از جمله مثل کردستان، همین نمونه‌ای که مثال زدم، یا بلوچستان همینطور که داریم می‌بینیم که الان مردم خشمگین در اثر سرکوب‌ها و ظلم و ستمی که بهشون وارده بلند شدن و اعتراض میکنن. در چنین مناطقی هر گونه حتی فعالیت ساده فرهنگی به شدیدترین وجهی مورد سرکوب قرار میگیره. این وضعیتیه که جمهوری اسلامی بر مردم ما تحمیل کرده. حقوق زنان از همان ابتدای استقرار جمهوری اسلامی با تصویب قوانین تبعیض‌آمیز، همین مسئله‌ای که در اسفند ماه 57 برای حجاب اجباری در واقع صادر شد و زنان در مقابلش ایستادن، زنان همون موقع بسیار تیزبینانه متوجه شدن که داره تمام اون دستاوردهایی که در واقع از یک انقلاب قدم گذاشته بودن که بتونن تغییر در
وضعیت و شرایط خودشون به وجود بیارن داره به تاراج برده میشه و همین شاعری پرفکت راویژ هم اینجا بهش اشاره کردن که ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم. از همون ابتدا متوجه شدن که دارن مورد تعرض رژیم عقب افتاده جمهوری اسلامی و زن ستیز جمهوری اسلامی قرار میگیرن. حالا در این شرایطی که الان به وجود اومده بعد بیش از 40 سال، زنان هم از نظر اقتصادی در مشکلات عدیده‌ای قرار دارن و دارن از نظر اقتصادی در واقع در مبارزه هستن و هم اینکه از نابرابری و زن ستیزی که بر جامعه حاکم هستش و با اون مبارزه میکنن. به همین دلیل هر روزه شاهد آسیب‌های اجتماعی هستیم، آسیب‌های اجتماعی که خودش رو به صورت خودکشی‌هایی که می‌بینیم، خودسوزی، خودکشی، زنانه تر شدن، فقر، بیکاری و تنفروشی و ازدواج‌های بچه‌های زیر سن، بچه‌های 10-11 ساله، اینها همه چیزایی هستش که این سیستم جمهوری اسلامی از موقعی که سر کار اومده تحمیل کرده به جامعه و این آسیب‌ها به این شکل متبلور میشه. ما در خیزش سال 96 و 98 دیدیم که زنان چگونه در این اعتراضات و در واقع مبارزات کارگری اجتماعی شرکت کردن و چگونه به شکل برازنده و پررنگی خودشون و حضور خودشون رو در این اعتراضات نشون دادن. در اعتراضات اعتصابات کارگری کارخونه های هپکو، فولاد، خصوصا در هفت تپه ما شاهد این بودیم که زنان چگونه در کنار مردان قدم به قدم در این اعتراضات مشارکت دارن و چگونه خودشون رو ارزاندام میکنن و خواسته ها و مطالبات خودشون رو مطرح میکنن. باز ببخشید من دوست دارم صحبتاتون رو با این خلاصه کنیم، با این سوال من که ما میبینیم که توی جنبش زنان بینش ها و گرایشات مختلفی وجود داره. چطور باید اینا رو سمت و سو داد؟ چطور به یه سمت یه انقلاب رادیکال میشه اینا رو سوق داد؟ چه راهکارهایی نهایتا شما ببین یک درد در واقع متاسفانه یک دردی بر جنبش مبارزاتی زنان حاکم هستش و اون مشکلی که الان وجود داره اینه که مبارزه زنان به شکل جنگ و گریز هست، منسجم نیست. به همین دلیل هم به خاطر عدم انسجام. چرا منسجم نیست؟ به خاطر که از حق و حقوق تشکلیابی یا حق اجتماع، جمع شدن، گرد همایی، اینها محروم هستند. یعنی این چیزی که جمهوری اسلامی تحمیل کرده الان به شرایط موجود مبارزاتی در داخل و خصوصا مسئله زنان، باید این در واقع صیقل پیدا بکنه. باید این بتونن زنان ابتدا بتونن این هماهنگی رو با هم بتونن داشته باشن، این توان رو به دست بیارن، این مطالبه رو به دست بیارن که تشکل و اجتماع و گرد همایی، دیالوگ بینشون برقرار بشه تا بتونن اون مبارزهشون رو از اون ضعف‌ها جدا بکنن و به سمت رادیکال پیش ببرن. اما یک مسئله مهم اینه که الان ما میبینیم که زنان فعالی که مثل سپیده قلیان که رفیق گلاویجم اسپردم، منم خیلی دوست دارم اسم ایشون رو بیارم به علت اینکه ایشون یک نمونه هستن از این نظر که زنان مبارز در جنبش مبارزه متوجه این مسئله شدن، به اینجا رسیدن که این مبارزه تنها میتونه به اهدافشون میتونن برسن، به مطالباتشون میتونن برسن وقتی که برش گردونن به یک مبارزه طبقاتی و بتونن با تظاهرات و اعتراضات کارگری همراه باشن.
به نظر من غیر از این نمیتونیم ما، یعنی با یک جنبش رفرمیستی نمیتونیم مطالبات زنان رو خصوصا در شرایطی که در ایران موجود هستش بتونیم به دست بیاریم و فقط راهی که وجود داره اینه که این جنبش ها، ببینین الان در طول این مدت چند ساله جنبش ها به شاخه های مختلفی گسترده شدن، مثلا جنبش زیست محیطی یا کار کودکان یا مسائل دیگه. اما به نظر من این جنبش ها در این حال که ضرورتاً به حال بر اساس شرایط اجتماعی و سیاسی موجود به وجود اومده، راههایی باز کردن که شاید از این طریق بتونن با توده ها بیشتر ارتباط برقرار بکنن مبارزین و فعالین سیاسی. اما به نظر من این نیرو و انرژی باید یک پارچه بشه. یک پارچه شدن این که این جنبش ها، جنبش دانشجویی، جنبش معلمان، بازنشستگان و همه اینها بتون، مخصوصا مبارزات زنان، جنبش زنان، بتونه اینها در تنگاتنگ در مبارزه اعتراضات طبقه کارگر به پیش بره، بتونن با هم دیگه یک تجمع داشته باشن و انسجام پیدا بکنه. به این طریق میتونه صدای محکمتر و بلندتری باشه و به دست آوردن مطالبات میتونه اینقدر در واقع راحت‌تر باشه. سرکوب میتونه جلوی این همه سرکوب و این همه زندانی و شکنجه و این چیزا رو میتونه بگیره. خیلی ممنون مینو. اگه وقت زمان گذاشت حتما در میگردیم به شما. من میخواستم فقط یک جمله، یک چند ثانیه از شما وقت بگیرم و صحبت‌های روزا لوکزامبورگ رو اینجا بیان کنم که آزادی بدون برابری استثمار است، برابری بدون آزادی ظلم است، همبستگی ریشه مشترک آزادی و برابری است. همون چیزی که من در واقع بهش تاکید دارم و اون تشکل یابی مبارزین هستش. ممنونم. خیلی ممنون از شما. رضا جان، من دوست دارم تبیین شما از وضعیت زنان کردستان رو بشنوم، ویژگی‌هایی که زنان این بخش رو متفاوت تر میکنه چیا هستن در این رابطه؟ اگه توضیحاتی بدین ممنون میشم. در رفیق از منم ابتدا حضور شما و بینندگان این برنامه سلام عرض دارم و روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزادیخواه برابری طلب تبریک میگم. خب ببینید، تبعیض و محرومیت و خشونت و دردها علیه زنان در کردستان خیلی زیادن و سیستم حاکم بر ایران به طور سیستماتیک و به طور مستقیم و غیر مستقیم این وضعیت رو برای زنان رقم زده. حالا علاوه بر تبعیض و خشونت دولتی و قانونی، تبعیض و خشونت سیاسی ناشی از ستم ملی بارزترین نوع خود رو به زنان کردستان نشون داده. محرومیت و فقر و عقب ماندگی عمدی اگر چهره اصلی کردستان باشه، این چهره با هزاران درد و بلا و ستم ملی هر روز شکسته میشه و میشه گفت که زنان در جامعه جهان سوم، اون هم در اوج محرومیت و عقب ماندگی، قربانیان اصلی هستند. از زنان قربانی بلایای طبیعی زلزله کرمانشاه که بیش از چند سال آرزوشون فقط دسترسی به سرویس بهداشتی بود، تا سیاست معتاد کردن مردم کردستان، از نبود امکانات هم برای تدریس یا بر اثر ریزش دیوار دخترامون می‌مردن یا اینکه مثل دختران شیناباد می‌سوزن. از زنان درگیر مسئله کولبر که برای یه لقمه نون شوهرشون رو از دست میدن و خودشون وارد این کار میشن، برادر یا پدرشون رو از دست میدن، و یا از قربانیان مینهای به جا مانده از جنگ ایران عراق باید بگیم که
در حال که در خوشبینانه ترین حالت بگیم که تنها نیمی از زنان کردستان درگیر این آسیب‌های اجتماعی ناشی از سیاست ستم ملی هستند، میرسیم به بی هدفی و بی آینده مبهم ناشی از بیکاری و وضعیت بد اقتصادی و در حاشیه موندن که جوانان و زنان رو به افسردگی و بحران هویت کشونده و نتیجه میشه نرخ بالای خودکشی، سن پایین ازدواج و آمار بالای طلاق، اعتیاد و هزاران آسیب اجتماعی پیچیده دیگه که زنان کردستان قربانیان اصلی اون هستند. از همه اینها که بگذریم میرسیم به سرکوب و برخورد قهری حکومت با همه فعالین زن و فعالین مدنی کردستان ایران که در اینجا نمیتونیم به طور کلی به همه مواردش اشاره کنیم، ولی به یک سری از موارد من اشاره میکنم. اینجا زنان جامعه کردستان ایران زنانی هستند که به دلیل ستم و تبعیض ملی علاوه بر تمامی خشونت هایی که در ایران از اون سخن بمیاد و هر روز هم شاهد اون هستیم، خشونت سیاسی تجربه میکنند و بر تمام ابعاد زندگی اونها تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی هم داشته. خشونتی که حتی زنان به مثابه این که در منطقه محروم کردستان از لحاظ اقتصادی زندگی می‌کنند از دسترسی به حضور در عرصه اجتماعی و وارد شدن به نیروهای اجتماعی و عرصه سیاسی محروم شدند. خشونتی که زنان را از تأسیس NGO ها و تمامی نهادهای مدنی برای فعالیتشون محروم کرده، مخصوصا در حوزه زنان. خشونتی که هر فعالیتی در کردستان جرم سیاسی محسوب میشه و به مثابه اقدام علیه امنیت ملی و مسائل امنیتی با اون برخورد میشه. علاوه بر تمامی اینها زنان کردستان و وضعیت بد اقتصادی و اجتماعیشون، نقض حقوقشون و تمامی مسائل و مشکلاتشون در دنیا شنیده نشده و در رسانه‌های ملی و بین المللی خیلی کم به اون پرداخته میشه. کردستان ایران یک منطقه محروم و عقب مونده از نرخ بیکاری در شهرهای اون بیشتر از همه شهرهای ایران و از تمامی شاخصهای پیشرفت و دسترسی به زندگی مناسب در محرومیت قرار داده شده. حکومتی که به عمد و با بکارگیری سیاست تبعیض ملی و با تمامی کردستان برخورد کرده و هنوز هم داره میکنه، به گونه‌ای که دغدغه اصلی بیشتر مردم کردستان حالا یک لقمه نونه و تامین مایحتاج روزانشونه. در این شرایط کرونایی مشخصه که زنان، به خصوص زنان سرپرست خانواده، قربانیان اصلی هستند، چرا که کارگری و پولبری در کردستان برای مردها هم در این شرایط به سختی پیدا میشه، چه برسه به زنان. علاوه بر نرخ بیکاری شدید زنان در کردستان ایران، سیاست‌های رژیم در جهت عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی کردستان نقش مستقیمی در افزایش خشونت علیه زنان داشته، چون به باور برخی از کارشناسان اجتماعی مشکلات اقتصادی مربوط به شغل و درآمد از مهمترین عوامل تاثیرگذار در روابط خشونت‌آمیز خانواده و افزایش خشونت نسبت به زنان و دخترانه. بر اساس آمار رسمی که خود حکومت منتشر کرده، استان کردستان رتبه نخست بیکاری زنان نقاط شهری را در میان استان‌های کشور داره. همین رتبه اگه اشتباه نکنم در سال 94 مختص به کرمانشاه بود. استان ایلام هم از بدترین استان‌ها برای پیدا کردن شغل در سطح کشور برای زنان محسوب میشه و در استان آذربایجان غربی نیز بنا به آماری که گفتم خود رژیم منتشر کرده، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بیشتر از متوسط کشوریه و آمار رسمی در رابطه با نرخ بیکاری زنان هم زیاد منتشر نمیشه و زیاد هم این آماری که توسط خود مقامات رژیم منتشر میشه زیاد قابل اعتماد، مطمئنا آمار هم بیشتر از اینه. اشتغال در ایران و مخصوصا در کردستان شامل شغل‌های خیلی عالی و زیر مجموعه مثل منشیگری در عرصه خصوصی و معلمی و پرستاری در عرصه حکومتی و بیشتر شغل‌ها شامل کارهای دستی و خیاطی و خدماتیه و هیچ سیاست کلان و برنامه‌ریزی برای حضور زنان در
عرصه اقتصادی کردستان وجود نداره، چرا که در کردستان کارخانه و شرکت‌هایی که بزرگی وجود نداره و فرصت‌های شغلی برای اونها ایجاد نمیشه. وضعیت اجتماعی زنان در ایران و مخصوصا کردستان ایران بیشتر از اون که نقش زن رو در عرصه اجتماعی نشون بده، شامل آسیب‌های اجتماعی پیچیده و تاثیرگذار بر یکدیگر که ناشی از سیاست‌های ضد زن علیه زنان در ایران و مناطق محرومی مثل کردستان که نه به توانمندسازی زنان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی فرهنگی و به هر حال توجه شده و نه برنامه‌ای برای اون وجود داره و نه کوچکترین حمایت قانونی در این عرصه به زنان میشه تا بتونن در اینجا بتونیم به اون اشاره کنیم. اون چه که در کردستان وجود داره شامل آسیب‌های اجتماعی ناشی از تمامی این تبعیض‌ها و سیاست‌های ضد زن، مخصوصاً برای زنان کردستان که تحت ستم ملی و مذهبی قرار دارند. این آسیب‌ها شامل خودکشی، کشتن زنان، نرخ بیکاری، طلاق و پایین بودن سن ازدواج، اعتیاد و افزایش افسردگی در بین زنان و دچار شدن به بحران هویتی که به طور آشکارا هر روز می‌بینیم و تمامی آسیب‌های پنهانی مثل درگیر شدن مستقیم و غیر مستقیم زنان با وضعیت بد اقتصادی و بیکاری و فقر و اعتیاد و کوروبری، مین و سرکوب و میلیتاریزه کردن از لحاظ امنیتیه که زنان کردستان اون رو روزانه تجربه میکنن. متاسفانه به دلیل وقت کم این برنامه نمیتونیم به هم مثلا برای آمار خودکشی به طور مفصل یا به قتل زنان در کردستان یا ازدواج کودکان و اعتیاد زنان در کردستان به طور مفصل اشاره کرد، چون هر کدوم از این مباحث خودش یک برنامه مخصوص به خودش و یک برنامه ویژه میخواد. ولی اون چی که من متوجه شدم همه این آمار خودکشی، قتل زنان، ازدواج به نظر من بعد از استان سیستان و بلوچستان کردستان بیشترین آمار رو به خودش اختصاص داده. میخوام حالا اینجا در مورد جنبش زنان در کردستان این نکته کوچیکم بگم، اونکه بدون شک زنان کردستان در وضعیت بسیار دشوارتری به سر میبرن و وضعیت جنبش زنان کردستان بسیار دشوارتر از وضعیت زنانی که در سایر نقاط کشور هستند. جنبش زنان کردستان از طرفی برای از بین بردن تبعیض اقلیت ملی و مذهبی و حتی دیگر خواسته‌های ابتدایی انسانی از قبیل تدریس به زبان مادری و غیره در مبارزه است و داره با رژیم در مورد این دست و پنجه نرم میکنه. جنبش زنان کردستان امروزه یک جنبش همگیر و سراسریه. در اینجا منظورم صرفا از جنبش فعالان حقوق زنان نیست، بلکه تمامی زنانی که به نوعی به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی نمیگن، به نوعی بخشی از جنبش سراسری زنان رو شامل میشن. حتی اگه این زن مخالف رژیم زنی باشه که هیچ گونه درکی از حقوق خودش نداشته باشه، یا حتی اگه یه زن بی سواد و یا صرفا زنی خانه‌دار و کدبانو باشه و در کشوری که حتی نفس کشیدن عادی هم نوعی مبارزه برای زیستن به حساب میاد، در کشوری که روز به روز آمارهای اعدام و شکنجه و زندان، تجاوز و اعتیاد و سانسور عقیدتی و خودکشی و خودسوزی و اسید پاشی به صورت زنان و چاقوکشی و فقر و بیکاری و تن فروشی و کلیه فروشی و غیره و هزاران معضل دیگه رو به افزایشه، دیگه همه چیز رنگ مرگ به خود گرفته. دیگه هر گونه حرکت زنان در جهت مخالفت با سیاست و سیستم جمهوری اسلامی ایران جزو بخش مهمی از جنبش زنان محسوب میشه. اما با تمامی اینها باید به این نکته توجه داشت که زنان کردستان ریشه و عامل اصلی اکثریت مشکلات رو حکومت جمهوری اسلامی میدونن و برازی جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از اصلی ترین هدفهای خودشون قرار دادن. و باید بگم که جنبش زنان کردستان با هدف تلاش برای رفع تبعیض جنسیتی و ملی مبارزات خودشون همسو با مبارزات حق طلبانه کارگران میدونه و خودشونو از جنبش کارگری جدا نکرده و نمیکنن. رفیق قصر اینجا داره که در آستانه 8 مارس روز جهانی زن یک بار دیگه بر حداقل خواسته هایی که همین امروز باید به پرچم مبارزه برای تامین حقوق اولیه زنان تبدیل بشه تاکید کنیم. برای نمونه تامین برابری کامل زن و مرد در همه عرصه‌های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی، یا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در کلیه ارگان‌های قانونگذاری، قضایی و اجرایی و لغو قانون اجباری، حجاب اجباری
معذرت میخوام، هر گونه مقرراتی مربوط به جداسازی زنان و مردان در اجتماعات، مدارس و دانشگاه‌ها و مکان‌ها و وسایل نقلیه عمومی ملغا باید اعلام بشه، یا اینکه روابط خصوصی زن و مرد محترمه و از هر گونه تعرض باید مسئول باشه. دخالت افراد و مراجع دولتی در زندگی خصوصی زن و مرد اکیداً ممنوعه. زنانی که بدون ازدواج دارای فرزند میشن باید از کلیه حقوق فردی و اجتماعی مادری برخوردار باشن. فرزندان اونها هم باید کلیه حقوق اجتماعی را دارا باشن. روز جهانی زن امسال نیز مثل سالهای گذشته فرصتی برای طرح و پیگیری این مطالبات و هزاران مطالبات دیگر زنان میتونه باشه. در پایان میخوام بگم که اگه فرصت داشته باشم این نکته کوچیک بگم. بفرمایید. 20 ثانیه اگه ضمناً میخوام بگم که هرچند امسال پاندمی کرونا اجازه به خیابان اومدن میلیونی زنها رو نمیده، ولی میتونیم از طریق شبکه‌های اجتماعی و کارهای ساده دیگه که نیاز به تجمع نداره این روز بزرگ رو گرامی بداریم. اگه باور داریم که مبارزه سازمانیافتی زنان یک عامل حیاتی جهت پیشبرد امر رهایی زنه، پس باید از هر فرصتی برای سازمانیابی بهره بگیریم تا در دوره پسا کرونا نیز زنان با قدرت و شکوهی که شایسته اونهاست در صف مقدم مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند. در مبارزه زنان علیه زن ستیزی و سرمایه‌داری اسلامی باید افق سوسیالیستی رو پیش روی اون زنان قرار بدیم، چون مبارزه زنان تنها با استراتژی اتحاد با جنبش کارگری و با افق سوسیالیستی که میتونه نقطه پایانی بر آپارتاید جنسی سرمایه‌داری اسلامی در این جامعه بگذاره. رفیق اصلی من حرفم تموم شد. ممنون وقتی قرار دادید. ممنون برای صحبت‌های خوبت. مرسی. کانی جان، به عنوان بخش آخر من این سوال رو از تو میپرسم که جنبش زنان در ایران همونطوری که رفقام اشاره کردن ما شاهد دستاوردها، پیشروی‌ها و چیزهای زیادی داشته. من میخوام بپرسم که چرا هنوز زنان در اون موقعیت، در اون وضعیت مطلوبی که باید باشه نیستن، با توجه به اینکه مثلا زنان در دل این اوضاع برای مثلا حقوق برابر، برای آزادیشون به چه چیزهایی باید توجه کنن؟ همونطوری که میدونیم بخش از زنان مسئولیت پرورش کودکان، چه میدونم کار خانگی و مسئولیت‌های دیگری رو بر عهده دارن و همچنان مشغول کارهای غیر رسمی ببخشید هستن و به نوعی میشه گفت که این زنان کمتر در مبارزات توده‌ای، در جنبش زنان به یه نوعی کمتر فعال هستن. چیکار باید کرد که این زنان رو دخیل کرد، این زنان رو به حیطه جنبش زنان بیشتر وارد مبارزهشون کرد؟ در این راسته توضیحاتی بدین خیلی ممنون میشم. سلام، عرض ادب دارم حضور شما و بینندگان عزیز. فرارسیدن 8 مارس رو به همه کسایی که دل در گروه آزادی و برابری دارن تبریک میگم. به همراه منم در صفوف کماله و حزب کمونیست ایران و امیدوارم ما پرچمداران سوسیالیسم در آینده نزدیک پرچم برابری رو بر فراز خرابه‌های جمهوری اسلامی ایران برافراشته کنیم. رفقا به موارد خیلی خوبی اشاره کردن. از نظر اگر بخوام حرفامو شروع کنم باید منم یه خورده به عقب برگردم و به تاریخچه روی کار آمدن جمهوری اسلامی. همونطور که رفقام اشاره کردن چند روز پس از تأسیس حکومت اسلامی خمینی فرمان حجاب اجباری رو داد و فردای همون روز که 17 اسفند ما بود برابر با 8 مارس زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در جمعیت میلیونی در شهرهای مختلف به خیابونا آمدن و شعار ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم و سر دادن که خمینی برای این فرمانش مجبور شد برای مدتی کوتاه عقب نشینی کنه. بعد از اون تاریخ تا به امروز زنان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی خب دارن مبارزه میکنن، اما میشه گفت که یه جنگ تمام عیار در
ایران مخصوصا، این جنگ تمام عیار در سراسر جهان ولی در ایران مخصوصا و کردستان علیه زنها شروع شده، از بوده و الان هم هست و به شیوه های مختلف، از سیستم سرمایه داری گرفته، از فرهنگ و سنن عقب افتاده و مرسالاری گرفته، از مذهب گرفته که سیستم جمهوری اسلامی نه تنها یک سیستم سرمایه داریه بلکه با ایدئولوژی اسلامی و قرون وسطایی هم همراهه. همه اینا دست به دست هم دادن و سرکوب و خفقانی که جمهوری اسلامی طی 42 سال گذشته بر زنان و مردان تحمیل کرده. پس میشه گفت با تمام این اعتراضات، چه فردی چه جمعی، میشه گفت به خاطر همینه که یه فاکتش به خاطر همینه که نتونستن اونطور که باید مطالبات خودشون رو به دست بیارن. هرچند که در چند سال اخیر میبینیم که نمایندگان جمهوری اسلامی در مجلس خواهان آزادی بیشتر برای زنان هستن از لحاظ حجاب. به این دلیل نمیشه گفت که صرفاً به خاطر سرکوب و خفقانه، ولی خب میشه گفت متشکل نبودن زنان و آگاه نبودن زنان و مردان به حق و حقوق واقعی خودشون شاید یه فاکت خیلی اصلی باشه که زنان نتونستن با توجه به مبارزاتی که داشتن به اون جایی که باید برسن. زنایی که خانه‌داری شغله، بچه‌داری شغله، اما زنایی که آگاه نیستن، زنان و مردانی که برای اینکه اون شغل درسته که در خونه است، درسته که برای خانواده این کار انجام میشه، ولی یه زن خانه‌دار مدام که از صبح پا میشه تا شب بشور و بساب و بپز و همه اینا یه کار خسته کننده، یه کار تکراریه. باید دولت حامی اون زنا باشه، براشون بیمه اجتماعی رد کنه، حقوق ماهیانه بده، ولی متاسفانه مثل یه شغل زنای ما و مردای ما بهش نگاه نمی‌کنن. و اینکه اگه دولت همچین هزینه‌ای رو متحمل نمیشه، ما باید بیایم بیرون و این خواسته رو فریاد بزنیم. و اینکه بیایم بازار کار، استقلال اقتصادی یکی از پایه‌ها و فاکتورهای اصلیه که باید زنان ما به اون پی ببرن، اینکه از خونه بیان بیرون و وارد بازار کار بشن، از لحاظ اقتصادی مستقل بشن. هرچند که جمهوری اسلامی شرایطی فراهم کرده که متاسفانه با اون قانون‌های نیمبندی هم که حتی تصویب کرده، زنها حتی اگه شاغل باشن و بیان بیرون نمیتونن حتی با توجه به اون قانونا به حق و حقوق خودشون، حداقل حق و حقوق خودشون دست پیدا کنن. مثلا کارگاه‌های زیر 10 نفر رو داره که شامل همون قانون‌های نیمبند نمیشه، یا اینکه رو به شغل‌های کاذب میارن مثل دست فروشی، مثل متاسفانه تن فروشی. زنان اومدن بازار کار و جامعه ایران و مخصوصا کردستان رو به این میره که زنها سرپرست خانوارا هزینه اقتصادی خونه و خانواده هم تأمین کنن به دلایل مختلف. فقری که هست، اعتیاد شوهراشون، شوهرایی که در محل کارشون دچار حادثه میشن، نقص عضو میشن، جونشون رو از دست میدن، یا مهاجرت شوهراشون. به دلایل مختلف زنان مجبور شدن از خونه بیرون بیان و رو به بازار کار بذارن، اما متاسفانه شغلاشون شغلای کاذبیه. به همین خاطر ما باید زنان و مردان ما باید آگاه بشن که وارد عرصه مبارزه بشن، وارد صف مبارزه بشن و زنها در تشکل‌های مختلف خودشون رو سازمان بدن. بعد از انقلاب قبضه شده جمهوری اسلامی میدونیم که زنها در سازمان‌های مختلف خودشون رو سازمان دادن، از جمله سازمان تشکل مادران خاوران، نمیدونم زنان آذر چند سالی میشه، مادران جانباختگان دهه 60، خیلی جنبش دانشجویی، خیلی از تشکل‌های کوچیک خودشون رو سازمان دادن، اما
اینا کافی نیست و زنان باید بیشتر از این خودشون رو متشکل کنن و خودشون رو سازمان بدن در تشکل‌هایی که دست به دست هم بدن و با جنبش کارگری با کارگرها متحد بشن و بتونن سیستم جمهوری اسلامی، نه تنها سیستم جمهوری اسلامی رو بلکه سیستم سرمایه‌داری رو به عقب برونن و حق و حقوق خودشون رو ازش بخوان و شاید هم سرنگون کنن این سیستم رو. رفیق کانی، شما به عنوان یک نسل جوان، به عنوان یک زن که در بخش علنی تشکیلات کماله هم داری فعالیت میکنی، پیامت به مناسبت 8 مارس برای زنان ایران، برای زنان نسل جوان کردستان چی میتونه باشه؟ پیام من خب هر کسی میتونه به سهم خودش در این امر آگاهگری سهیم باشه، حالا چه با شبکه‌های مجازی باشه، چه با گفتگوهای رو در رو باشه، چه با گفتگو با خانواده باشه. الان که ما اینجاییم هر کسی میتونه به سهم خودش در این آگاهی در توان خودش سهیم باشه. پیام من اینه که در طول 42 سال گذشته واقعا زنها هیچ وقت تمکین نکردن به جمهوری اسلامی. گفتم که چه فردی و چه جمعی صداشون همیشه بلند بوده. حتی وقتی که شما اگه دقت کرده باشین، وقتی که جمهوری اسلامی مثلا یه فرمان میده که زنها حق ندارن ورزش کنن، زنها بیشتر وارد عرصه ورزش میشن، یا زنها حق ندارن مثلا زاد و ولد کنن، چیز کنن، باید زاد و ولد زیاد بشه، آن جمعیت بالا بره. زنا در طول چند سال گذشته آمارا نشون میده که زنا به خاطر یه نوع اعتراضشون کلن با تمام طرحهایی که جمهوری اسلامی از غربالگری زایمان گرفته تا محدود کردنشون برای جلوگیری از حاملگیشون، وسایلشون رو ازشون پس میگیرن، ولی زنا با همه اینا دارن مقابله میکنن و شاید به خاطر انزجارشون باشه. دوچرخه سواری زنا رو دیدیم که زنا چطور اومدن وارد خیابون شدن و دست به ورزش و دوچرخه سواری زدن. زنا همیشه صداشون بلند بوده، حتی با تمام خفقانی که هست، ولی خب همونطور که گفتم میتونن وارد صف مبارزه بشن و تو تشکل‌های مختلف خودشون رو سازمان بدن و صداشون رو بیشتر از این بلند کنن و خیابونا رو به لرزه در بیارن. مرسی کانی جان برای صحبت‌های خوبت. رفقای عزیز، ما به پایان برنامه امروز رسیدیم، ولی اگه هر کدومتون یه پیام خاصی یا صحبت کوتاهی دارین میتونین در 1 دقیقه یا 30 ثانیه بفرمایید. رفیق گلاله شما. مرسی. من یه جمله کوتاه داشتم در پایان. ممنون از صحبت رفقا، صحبت‌های مفیدی که اینجا عرضه کردن، دستتون در نکنه. ولی همونطور که رفقا همه اشاره کردن، مبارزات زنان ایران در عرض این 42 سال فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده و تجربیات زیادی را کسب کرده. گرچه تبعات رهبری جنبش زنان بیشتر در دست جریانات اصلاح طلب و فمینیست‌های اسلامی و لیبرالی اینا بوده و بخشن هم جریان ناسیونالیستا نقش کلیدی را ایفا کردن، ولی زنان ایران متوجه شدن که اونا هیچ چشم اندازی در تغییر موقعیت و جایگاه خود در چارچوب این حکومت موجود را ندارن و به همین دلیل چاره‌ای هم جز اتحاد و همبستگی با دیگر جنبش‌های اجتماعی و طبقاتی در جهت نابودی نظام طبقاتی و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی زنستیز نمی‌بینن راستش. و برای رسیدن به این هدف هم چاره جز تشکل و مبارزه در محیط کار و زندگی وجود ندارد. به همین دلیل جنبش زنان، خواستها و مطالبات زنان کارگر و زحمتکش
همانطور که قبلا من خودم اشاره کردم که یه جنبش طبقاتی است، سطح خودش رو باید از جریانات فمینیستی و لیبرالی و مذهبی و اینا جدا کنه و به همین دلیل باید متحدین طبقاتی خودشون رو پیدا کنن که کسانی نیستن جز خانواده های خودشون که جز طبقه کارگر هستن، استثمار شونده هستن و مطالبات زنان جزئی از مطالبات و خواستهای کل جنبش طبقه کارگر و دیگر جنبش های رهایی بخش هستش. بدین منوال خواستهای زنان تنها و مبارزه برای رهایی زن تنها امر زن نیستش، بلکه امر کل طبقه کارگر و دیگر جنبش های رادیکال از جمله جنبش دانشجویی، جنبش مالباختگان، جنبش بازنشستگان و دیگر جنبش های رادیکال هستش. به امید روزی که تمام طبقه کارگر و زنان کارگر و زحمتکش و تمام انسان های آزاده و استثمار شوندگان و گرسنگان در تمام جهان مخصوصا در ایران به حق و حقوق انسانی خودشون برسن، روزی که همه آزاد و برابر در کنار هم بدون تبعیض جنسیتی، ملی و دیگر تضادهای که جزئی لاینفکی از جامعه سرمایه‌داری هستش در کنار هم زندگی کنیم. به امید سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری سوسیالیسم. بدرود. دکتر مینو شما صحبت خاصی دارین؟ بفرمایید. اگه خواستم در پایان برنامه از شما تشکر کنم که این سمینار رو در واقع برگزار کردین، از رفقایی که شرکت کردن، صحبت‌های بسیار ارزنده‌ای رو ارائه دادن و بگم واقعا اون چه که مشخصه از زمینه‌های صحبت‌های تمام رفقا هم معلومه و از فعالین حاضر در صحنه هم میتونیم ببینیم که واقعیتاً همه به ضرورت تشکلیابی تاکید میکنیم و خود در واقع طبقه مبارزین طبقه کارگر هم مرتب این رو به این صدا رو، این مسئله تشکلیابی رو برجسته کردن. در مبارزات زنان رو هم این باید برجسته بشه و همینطور پیوند خوردن مبارزه زنان و برای به دست آوردن مطالباتشون با مبارزات طبقه کارگر، چون این خارج از این محور نمیتونه به هیچ نتیجه‌ای برسه. خارج از این محور میره به سمت رفرمیستی، میره به سمت خواسته هایی که ما طی کردیم در زمان اصلاح طلبات. دیدیم که هیچ کدوم از اینها نمیتونه اون خواسته های در واقع رادیکال زنان رو، مطالبات زنان رو و مطالبات طبقه کارگر رو بتونه فراهم بکنه. به امید روزی که ببینیم که تشکلیابی های قوی در سطح جامعه برای مبارزین و فعالین فراهم شده و میتونن صدای هماهنگ و یکپارچه‌ای داشته باشن که بتونیم سرنگونی جمهوری اسلامی رو ببینیم. زنده باد مبارزات زنان و زنده باد سوسیالیسم. ممنون، مرسی. رفقای دیگه شما صحبت خاصی دارین؟ رفیق اصری، من فقط میخواستم یک چیزی بگم. اول اینکه از شما خیلی ممنونم که این سمینار رو انداختید و این فرصت رو به ما دادید که اینجا صحبت کنیم به مناسبت 8 مارس. و دوم اینکه همونطور که سر رفقا هم گفتن و رفیقانی هم بهش اشاره کرد، مبارزه برای رهایی زن و برابری حقوق زن و مرد راه طولانی و سختی در پیش رو داریم و اینکه به خصوص در ایران که یک حکومت اسلامی و مذهبی و خیلی هم زن ستیز، ولی میخوام اینو بگم در پایان صحبتم به عنوان یک پیام که این راه طولانی و مشکل ما میتونیم با اتحاد و همبستگی خودمون ادامه بدیم و
ناامید نشیم از این راه و مطمئن باشیم که آخر این راه پیروزی ماست. و در پایان یک بار دیگه 8 مارس رو به همه شما رفقا که در این سمینار بودید تبریک میگم و به همه زنان و مردان آزادیخواه و امیدوارم در آینده نه چندان دور در دنیای آزاد و برابر همگی با همه این روز رو جشن بگیریم. خیلی ممنون. مرسی رفقا از اینکه در این برنامه. کانی جان شما هم صحبت خاصی داشتین، بفرمایید. منم از رفقا تشکر میکنم، خسته نباشید. میگم رفیق گلاوش اشاره کرد به فمینیستا و لیبرالا. میخواستم بگم که اونا از کمپین 1 میلیون امضا هم خونه به خونه گشتن ولی نتونستن دستاوردهای زنان رو قبضه کنن، چون نمیتونن افق روشن و سوسیالیستی در برابر خواسته ها و مطالبات زنان قرار بدن. و اینکه زنان و مردان ما نباید بترسن. هر انقلابی بالاخره اگه ما بخوایم واقعا این سیستم رو ریشه‌کن کنیم و این همه ظلم و نابرابری رو که در این سیستم چه در ایران چه در سرتاسر جهان بخوایم ریشه‌کن کنیم و به برابری واقعی دست پیدا کنیم از لحاظ حقوقی بین زنان و مردان، از هر لحاظ باید این سیستم رو از ریشه بکنیم. پس باید یه انقلاب و یه انقلاب میتونه این کار رو انجام بده و هر انقلابی نیاز به خون داره، نیاز به جسارت داره، نیاز به مبارزه داره. و از اینجا میخوام بگم که نترسین و به خیابون بیان و خیابونا رو تسخیر کنن. مرسی یه بار دیگه 8 مارس رو به همه شما رفقا و بینندگان عزیز تبریک میگم و متشکرم از وقتی که در اختیار منم گذاشتید. ممنون هستم برای نکته پایانی خوبی که گفتی. از تک تک شما دوستان خیلی ممنونم که در این سمینار حضور یافتین و صحبت‌های خوبی رو ارائه دادین. خیلی ممنونم. بینندگان گرامی، همونطوری که همگی ما مطلعیم و ابتدای برنامه و همونطور رفقای دیگه هم اشاره کردن، با وجود پاندمی کرونا در اکثر جاهای دنیا امکان حضور میلیونی و هزاران نفره زنان مثل سالهای گذشته نیستش. در جاهای مثل ایران هم ما شاهد بودیم که از چند روز پیش جنب و جوشی برای پیشواز این روز رو ما داشتیم، از جمله در شهرهای کردستان و البته همین دیروز بود فکر میکنم در سنندج. نیروهای امنیتی و گارد ویژه روزهاست که حضور دارن که جلوی هر گونه تجمع ولو کوچیک رو بگیرن. همچنان که میدانیم زنان همیشه به مانند بخشی از جامعه در صحنه مبارزه بودن، مقاومت کردن و بر حاکمیت‌های دیکتاتور و فاشیست مخصوصاً خواسته هاشون رو هر طور که شده تحمیل کردن. به همین جهت نباید گذاشت از 8 مارس امسال هم بدون هیچ رد پایی از این روز عبور کرد. باید از هر فرصتی برای سازمانیابی، برای تشکیل کمیته های مستقل زنان تلاش کرد و البته مبارزه زنان 100% و باید با همکاری و دوشادوش جنبش‌های اجتماعی دیگه به پیش بره تا یه جامعه عاری از هر گونه ستم رو داشته باشیم. و یک بار دیگه 8 مارس رو تبریک میگم به شما عزیزان و ممنون از اینکه تا انتهای این برنامه ما رو همراهی کردین. هر جا هستین سلامت و پیروز باشید و بدرود.